وحید دلقک، وحید دروغگو، شارلاتان، آقای خز. چرا نمیگی وقتی 4 تا سیل افسری نر و ماده خوردی دلیلش چی بوده؟ چرا نمیگی دختر ایرانیه رو برده بودی 4 نفری بهش تجاوز کنید؟ چرا نمیگی خونه‌ای که ازت گرفتن سر چی ازت خونه رو گرفتن و چرا زدنه؟ چرا نمیگی هنوزم زیر نظر ژاندارمای ترکیه‌ای؟ چرا نمیگی اون دختره بود آورده بودی حرف میزد فارسیش هم زیاد خوب نبود، نمیگی اونو افساری با 30 لیره آورده بودی؟ چرا این چیزا رو نمیگی به مردم؟ ها چرا هیچی نمیگی؟ چرا انقدر دروغ میگی؟ تو رو سر چی بیرون کردن از خونه؟ سر چی بیرون کردن؟ سر همین دختر ایرانی که خواسته بود بهش تجاوز کنی دیگه، درسته؟ پس دروغ نگو انقدر به مردم. میدونی کی حرفاتو میزنه؟ همونی که خونش زندگی میکرده میگفتی خونه خودمه، همون میاد همه چیزو میگه. انقدر دروغ نگو به مردم. النا جان خواهش میکنم مردم رو روشن کن که بدونن این آدم چقدر شارلاتان و